در ولایت سوخت به 358 صراف برای خرید و فروش غیرقانونی اسعار پرونده باز کردند که از آن 73 تایش پرونده جنایی و 252 تای آن پرونده مأموری بوده است. در این باره دادستانی ولایت سوخت حبیب الله واحدов امروز 28 ینور در نشست خبریش گزارش داد، اما نگفت که 33 پرونده باقی مانده چگونه پرونده اند. اتهام دیگری که دادستانی رقم اول سوخت به صرافان نسبت داد خودسرانه معین کردن قرب اسعار بوده است. به قول واحدов در سوخت یک گروه کاری برای نظارت بازار اسعار تشکیل شده بوده است که هدفش راه ندادن به خرید و فروش غیرقانونی اسعار بوده است. به این گروه کاری نماینده های همه مقامات حفظی حقوق یعنی دادستانی، دادگاه، پلیس و کمیته امنیت شامل بودند. بستن صرافی‌ها و نظارت شدید از بالای خرید و فروش اسعار بعد پایان روی با شدت قرب سامانی روی دست گرفته شد. در نتیجه این اقدام حکومت زیاده از 3000 صراف در تاجیکستان به صف ارتش بیکاران جمع شدند. کارشناسان میگویند تنگ کردن بازار آزادی اسعار تنها با گریز اسعار و سرمایه‌گذاری خارجی آورده میرساند و برای جلوگیری از پایان روی قرب پول ملی کم تاثیر است. کارشناسان میگویند تنگ کردن بازار آزادی اسعار تنها به گریز اسعار و سرمایه‌گذاری خارجی آورده میرساند و برای جلوگیری از پایان روی قرب پول ملی کم تاثیر است. عموما گیریم اقدامی که حکومت برای پیشگیری افتادن قرب اسعار ملی گرفته است از نگاه اقتصادی فکر میکنم تماما نادرست و غیر منطقی است. زیرا خیلی که ما میدونیم مبادله اسعار چقدر که آزاد و دسترس باشد، نقطه های مبادله چقدر بسیار باشد، قرب آن همون قدر اصلی یعنی حقیقی است، جوابگوی قانون های اقتصادی بازرگانی می باشد. غیر از این وقتی که شماره زیاد صرافان وجود دارد مصلحت پیشکی آنها از بین می رود، یعنی مصلحت شماره زیاد مصلحت پیشکی برای نظارت قرب اسعار کرده نمی تواند و قرب اسعار نزدیک به حقیقت می شود. فکر می کنم با این عمل خود بانک ملی یعنی حکومت می خواهد قرب اسعار ملی را در کنترل خود نگاه دارد، لیکن این همه پیامدهای خوب ندارد. یکی از این پیامدها علاقه مثال ظاهر شد این پیداشوی بازار سیاه صرافی است که در آن قرب اسعار از قرب بانکی فرقی کلان دارد و باعث فایده مفت آوردن چند نفر می شود. دوم مسئله که اینجا پیدا می شود، این پیامد دیگری که پیدا می شود این طرف اجتماعی آن می باشد، اجتماعی سیاسی آن. یعنی خیلی که فهمیدیم بازشوی چند پرونده های جنایی باز شده است، بازشوی شماره زیادی پرونده های جنایی خیلی پیامدهای خوب ندارد. اگر منطقا نگاه کنیم آنها یعنی صرافان که به نسبت آنها پرونده باز شده است هیچ جنایت وزنی صادر نکردند، کسی را غارت نکردند، دزدی یا خلابی نکردند. اگر نتیجه این پرونده ها محروم ساختن از آزادی یا جریمه های کلان شود این همه ناراضگی مردم را از حکومت باز هم زیادتر میکنند. و سوم چیزی که این سوم پیامده که این اقدام دارد این اون میباشد که خیلی که از واو فهمیدیم زیاده از 3000 نفر به صف بیکاران داخل میشود، 3000 نفر صرافان بیکار میمونند. این از جهت اقتصادی خیلی بد است. اگر از جهت اقتصادی نگاه کنیم برای جای کاری برای یک دانه جای کاری ساختن کمش در شرایط تاجیکستان از 3 تا 5000 دلار آمریکایی مبلغ گذاری باید کرد. یعنی برای 3000 جای کاری 3000 نفری که به جای کاری ماندن از 9 تا 15 میلیون دلار لازم است. اینجا گفتم ممکن است که با این عمل خود بانک ملی از اقتصادیات تاجیکستان همین قدر مبلغ را نابود کرد، از 9 تا 15 میلیون دلار. البته فکر میکنم در معاملات اسعار در تاجیکستان باید ترتیب و
низом бошад, вале на бо ин роҳе ки ҳозир ҳукумати тоҷикистон интихоб кардааст. дар замоне ки буҳрони иқтисодии тоҷикистонро фаро гирифтааст, дар ҳоле ки қисми зиёди муҳоҷирони мо аз русия баргашта истоданд, дар ҳоле ки дар худи бозори дохилӣ низ сатҳи беҳкорӣ хеле зиёд шуда истодааст, ҳукумат набояд ин корро мекард. ҳукумат бояд чунин шароит муҳайё кунад ки дар шароити ҳозира, дар буҳрони ҳозира чунин шароит муҳайё кунад ки худи мардум ҷойи корӣ бисозанд, соҳибкорон ҳаматарафа дастгирӣ ва ҳавасманд шаванд. лекин дар асл мо мебинем ки фишор боз сахттар мешавад ба соҳибкорон ва мардум фақат зиёд шуда истодааст. ин ҳама албатта паёмадҳои хуб надорад.